تو جان و جهانی کریما مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا، که جان خود چه باشد بر عاشقان، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد. تو جان و جهانی کریما مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا، که جان خود چه باشد بر عاشقان، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد. تو را عالمی غیر 18,000 زهی کیمیا و زهی کبریا، یکی بیت دیگر بر این قافیه بگویم بلی وام دارم تو را، در انبار فضل تو بستانه هاست که آن نشکند زیر 7 آسیا، تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم، زهی چشم بند و زهی سیمیا. مجله فرهنگی هنری بخارا تقدیم می کند شب‌های بخارا.
های بخارا. به نام خداوند جان و خرد، از طرف مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، بنیاد فرهنگی هنری ملت و بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و مجله بخارا، خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت استادان ارجمند، حضار گرامی، به ویژه استاد نجف دریابندری که امشب مفتخریم به حضور ایشان در این شبی که به افتخار ایشان برپا شده است. بنده بدون هیچ مقدمه‌ای آنچه را که باید گفته بشود درباره وجوه گوناگون زندگی و کارهای استاد در بیش از نیم قرن فعالیت‌های قلمیشون در عرصه ادبیات، هنر، فلسفه دوستان خواهند گفت و مجلس رو با درخواست از دکتر محمد علی موحد استاد ارجمند آغاز می‌کنیم. خدمتتون منتظریم که تشریف بیارین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آقایون. تصور می کنم آقای دهباشی به دو ملاحظه خواستند که من این همایش را افتتاح کنم. یکی ملاحظه سن و سال من و دیگری ملاحظه سابقه ارادت من به نجف دریابندری که درست 63 سال از اون تاریخ می‌گذرد. خودش اصلا یادش نیست. کم نیست 63 سال. خب من از ایشون باید، یعنی از آقای دهباشی، یک تشکر ویژه بکنم برای فرصتی که در اختیار من گذاشتن تا بیایم اینجا و در عرض احترام به نجف عزیز بر دوستان سبقت بگیرم و نیز باید تشکر دیگری بکنم از همین آقای دهباشی که این تشکر من جنبه عام داره، به این معنا که تشکری است که بنده از طرف عموم اهل قلم دارم از ایشون، از بابت اهتمامی که برای بزرگداشت و تجلیل نامداران عرصه قلم و فرهنگ مبذول می‌دارند. شب نجف دریابندری حلقه‌ای است از زنجیره شب‌های دیگر که به این منظور برگزار می‌شود. ملاحظه فرمودید همینجور دونه دونه به نام و افتخار عزیزانی مانند دکتر شایگان، ایرج افشار، زریاب، منوچهر ستوده و دیگران. حدیثی هست از پیغمبر اکرم که اصحاب خود را به ستارگان تشبیه کردند. اصحابی کالنجوم. این عزیزان هم که بخارا شبهایی را برای تجلیل ایشان تخصیص می‌دهند، ستارگان آسمان فرهنگ معاصر ایرانند. به روان رفتگانشان درود می‌فرستیم
و برای آنان که هنوز از فیض انفاسشون برخورداریم دوام عمر توأم با سلامت و شادمانی آرزو میکنیم. خانم ها و آقایان عزیزی که در مجلس حضور دارند لابد رضا نمیدن که بنده چه آمدم اینجا و همین 2 کلمه تشکر و عرض احترام به نجف، تشکر از بانی مجلس رضایت نمیدن به همین مجلس اکتفا بکنم. یه چند کلمه اگر کسی پشت این بلندگو قرار گرفت ازش انتظار میره چه خوب به قول قدما از حالات و مقالات نجفم حرفی زده بشه. اما دوستان دیگری هستند که در این باب از من اولاترند، دوستانی که سالهای سال از محضر شیرین و دلپذیر نجف لذت برده و از نشته سنجی ها و بزلگویی های او خاطره ها اندوختند و نیز گروه بسیار دیگری که با قلم سبکخیز چاپچرو شاد و خوشخرام نجف آشنا هستند، مانوس هستند، الفت دیرینه دارند با این قلم. اینا حق مطلب را خیلی بهتر از من میتونن ادا بکنند و من که بنا را بر اختصار دارم خدمت آقای دهباشی عرض کردم من چند دقیقه بیشتر نمیتونم صحبت بکنم. تنها 2 نکته از ویژگی های نجف را من میخوام اینجا یاد بکنم. اول اون که نجف آدمی خودآموز به معنی خودآموخته. ما الان خودآموز را یه چیز دیگری داره. خودآموز هست نجف به معنی خودآموخته. خود استاد خود بوده، خود کشته و خود دروده و به تعبیر نظامی کباب از ران خود خورده. اگر به ز خود گلبنی دیدمی، این مال نظامیه، اگر به ز خود گلبنی دیدمی گل سرخ یا زرد از او چیدمی. تو از ران خود خورد باید کباب چه گردم به دریوزه چون آفتاب. در مقابل هر دری باید به خاش بیفته، نمیکنه. از اونها نیست که متاعشان در تفاخر به حضور چند صباحی در سر کلاس فلان و احیانا گذراندن رساله‌ای با یکی از همین فلان ها از اونها اساتید خلاصه شود و از همین رو سخنش از باد و بروت فضل فروشی و علامه نمایی خالی است. فرآورده های نظام رسمی تعلیماتی معمولاً با مقدار زیادی خودنمایی و اظهار معلومات توأمند. اگر موضوعی را عنوان می کنند نه برای آن است که در ایضاح آن بکوشند، بلکه اطلاعات و معلومات خود را به رخ خواننده می کشند. چنین چیزی در نجف نیست. او در نوشته هایش مثل یک دوست با شما حرف می زند. مدعی هیچ کشفی نیست. در مصاحبت او احساس ثقل و سنگینی نمی کنید.
خب یه نکته بود. نکته دیگری هم دارم که باید عرض بکنم و اونیه که در این دور و زمان که ما هستیم سرعت بی‌سابقه و حیرت انگیز و هولناک تحولات چنان است که پیوند میان نسل‌ها در کمترین مسافت و کوتاه‌ترین زمان فرو می‌گسلد. پدر و پسر چندان بیگانه می‌شوند که زبان یکدیگر را نمی‌فهمند و در چنین محشری که برپا شده نویسنده‌ای که امروز چیز می‌نویسد و مورد توجه عامه قرار می‌گیرد هر دم در خطر آن است که مخاطبان خود را از دست بدهد و رابطه‌اش با نسل‌های بعدی قطع بشود. نجف از معدود نویسندگانی است که من فکر می‌کنم تا حدود زیادی در این میدان موفق عمل کرده است. نجف همواره مورد توجه و علاقه جوانان بوده و به همین جهت از همون 60 و چند سال پیش که در باشگاه ایران آبادان برش کف می‌زدن جوان‌ها هنوز پای منبر ایشون هستند. نجف جذابیتش را در میان جوانان از دست نداده و به همین جهت من فکر می‌کنم که من و امثال من در این همایش از سخن گفتن به حد اقل قناعت کنیم و عرصه را برای جوانان باز بگذاریم تا بیایند و درباره شناختی که از نجف دارند و از جایگاهی که او در میان جوانان دارد سخن بگویند. پس من اگر بخواهم واعظ غیر متعظ نباشم باید همینجا توقف کنم و زبان بربندم، جز اینکه ندایی از درونم آواز می‌دهد که یک چیز دیگر باقی است و سزاوار نیست پیش از گفتن آن سکوت کنم. باید بگویم که در این همایش جای محمد زهرایی خالی است. محمد زهرایی در سالهایی که نجف به لحاظ جسمی و روحی دچار بحران شدید بود با نهایت رفق و شفقت مواظب حال او بود و اگر مراقبت‌ها و مهربانی‌های او نبود شاید ما امشب سعادت اون را نداشتیم که نجف را در میان خود ببینیم. پس درود به روان محمد زهرایی میفرستیم و یاد او را گرامی می‌داریم که شرط رفاقت و ارادت به جای آورد و ای کاش اجل مهلتش میداد و امشب در بزرگداشت نجف با ما بود. بهار است، پس بیایید با حافظ شیراز هم آواز شویم و بخوانیم به یاد رفتگان و دوستداران موافق گرد با ابر بهاران. رفیقان قدر یکدیگر بدانید، چو معلوم است شرح از بر بخوانید. مقالات نصیحت گو همین است که سنجانداز هجران در کمین است.
بنده در سال 1309 به دنیا آمدم، اگرچه در شناسنامه نوشته 1308 در آبادان. همونجا هم مدرسه رفتم. نجف دریابندری متولد 1309 آبادان است. شناسنامه نجف را به سال 1108 میگیرند تا زودتر به مدرسه برود. نجف تا سال سوم دبیرستان یا همان نهم آن زمان در دبیرستان رازی درس می‌خواند و سپس مدرسه را رها می‌کند و در نتیجه 1 سال تقدم شناسنامه او به دردش نمی‌خورد. در دبیرستان مطالب و نوشته‌های او در مجله مدرسه چاپ می‌شود. بعد از انصراف از مدرسه نجف کارمند شرکت نفت می‌شود. به یادگیری زبان انگلیسی مشغول می‌شود و خود آن را می‌آموزد. هفته چند فیلم که به زبان انگلیسی در سینمای شرکت نفت آن زمان نشان داده میشد را برای تقویت زبان نگاه می‌کند. نجف کارمند خوبی نمی‌شود، به همین دلیل دائم او را جابجا می‌کنند تا اینکه مدیر داخلی باشگاه مروانه بشود. در نهایت به درخواست خود در اداره انتشارات در بخش اداره روزنامه به ترجمه خبرهای روز شرکت نفت مشغول می‌شود. بنده در واقع در اون مدتی که در اداره انتشارات شرکت نفت بودم، کارم یکی نوشتن مقاله های راجع به سینما بود، یکی ترجمه مقاله هایی که تو روزنامه چاپ می شد. در همین دوره داستان های 1 گل سرخ برای امیلی، 2 سرباز، انبارسوزی و سپس ودا با اسلحه را ترجمه می کند. در این دوره به زندان می افتد. در اواخر 1132 به حبس ابد محکوم می شود و به تهران جهت دادرسی مجدد انتقال می یابد و در آنجا دوران حبس او به 15 سال و با پیگیری خانواده‌اش به 4 سال تقلیل می یابد. زندان فرصتی به او می‌دهد که یکی از مهمترین ترجمه‌های خود را انجام دهد. در زندان تاریخ فلسفه غرب را به فارسی برمیگرداند. سپس پس از آزادی به مؤسسه فرانکلین می‌پیوندد و تا سال 1354 در آنجا به ترجمه و نگارش می‌پردازد. بعد به تلویزیون ملی آن زمان می‌آید و سرپرستی ترجمه و دوبله فیلم‌ها را برای شبکه دوم به عهده می‌گیرد. بعد از انقلاب وقت خود را کاملاً صرف نگارش و ترجمه می‌کند. تجربه آشپزی در زندان، دست‌نوشته‌هایش در آن زمان درباره تجربیات آشپزیش با پیشنهاد آقای زهرایی زمینه نگارش کتاب مستطاب آشپزی را فراهم می‌کند و طی 8 سال با کمک خانم فهیمه رازکار همسرش این کتاب را می‌نویسد. نگارش این کتاب برای کسانی که با او ارتباط نزدیک نداشتند غریب می‌نمود، اما در نظر کسانی که دستپخت او را چشیده بودند این کار اصلاً عجیب نبود. نجف دریابندری کتاب‌های زیادی را ترجمه و نگاشته است. تاریخ سینما، تاریخ فلسفی برتراند راسل، آنتیگونه سوفوکل، در انتظار گودو، پیرمرد و دریا، چنین کنم بزرگان از آن جمله هستند. او غیر از مترجم، نویسنده، نقاش، رسام و منتقد ادبی نیز می باشد و با هنر و علم صنعت نشر آشناست. امروز او به عنوان یک مترجم برجسته، طنز پرداز بزرگ، مؤلف و نویسنده کشور ما فردی شناخته شده است. زندگی کردن با آقای دریابندری راحته؟ مشکل هم نیست، چون کاری به کار آدم نداره، آدم هم میتونه کاری به کارش نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که مگه میشه خانوما کاری نداشته باشه؟ بله، آقای دریابندری از صبح تا شب داره کتاب میخونه یا مینویسه یا میخونه. بله. بنابراین چه کاری داره با آدم؟ منم کاری ندارم که اون داره مینویسه و میخونه. آخه شما از صبح تا شب سر کار هستین یا اجرا دارین یا بازی میکنین یا دوبله میدین؟ بله ممکنه اینجوری باشه. تعجب کردین؟ من دارم تعجب میکنم به جنس نگاه آقای دریابندری. خیلی متفکرانه شبیه رودن داشتن.
بله داشتن تفکر معمولا من می‌کردن. وقتی حرف میزنم همینجوری. چرا؟ نمیدونم والا خودشون بپرسید. چرا چی؟ چرا متفکر میشید وقتی که خانم راسکار صحبت میکنه؟ نمیدونم من متفکر میشم. نه من نمیدونم ولی در واقع داشتید اینجوری نگاه میکردید. من اصلا گوش نمیدادم به حرفای ایشون. اون موقع که همین صحبت ها رو میکنید آقای دریابندری در زندگی شما حضور داشتن؟ نه. کی حضور پیدا کردن؟ بعد از چندین سال. چندین سال؟ بله. چندین سال؟ که اون موقع من مثلا 18 ساله نمیدونم اینا بودم، وقتی که ایشون رو دیدم 35 ساله اینجور بودم. آقای دریابندری چند سالشون بود؟ نمیدونم شاید این زودتر دیده بود. وقتی خانم راسکار رو دیدید واقعا اولین بار که دیدید حستون چی بود؟ حالا بعدها فهمیدن که بنده ایشون رو خیلی پیش از اینها دیده بودم. یعنی در حدود اون موقع مثلا 21-22 سالم بود. یادم هست یک بار در خیابان جلو مجلس اونجا یک کتاب فروشی چیزی قفسه کتاب فروشی بود، اونجا من ایستاده بودم چمن راه با یکی از فیروز کشم. اونجا نزدیک منزل سابق فهیمه ایناست. من با یکی از دوستان ایستاده بودم اونجا، مرحوم دکتر ایرج عسکری. بعد فهیمه آمد گذشت، فهیمه با ایرج عسکری آشنا بود، سلام علیک کردن و رد شد رفت. بعد که ایشون رفت آقای عسکری گفتش که این خانم اسمش فهیمه راستکاره و اهل تئاتر و این چیزا هست. من گفتم خیلی خوب باشه. منم جوابشون دادم. بله. رد شدن. ایشون چی گفتن؟ هیچی وای نستادن دیگه اونجا که باشه، یعنی همینجا اصلا باشه. براتون جذاب بود همچین آقایی اون لحظه اون روز؟ والا ایرج به من نگفت ایشون کیه، گفت من کیم به این. باختید آقای دریابنده. میگم اصلا محلتون ظاهرا نذاشتن، یعنی زیاد جذابیت مردانگیتون هم همچین نه ببینین اصلا نه فکر نمی کنم چیز مهمی بود. نگاه اصلیه که اتفاق افتاد این مربوط به سالهای بعدها من این نگاه رو کردم. عرض کنم نمیشه گفت اینا رو. نه اجرا کنیم ببینیم چجوری میشه. نه من اهل اینجور چیزا نیستم. به هر حال به نظر من این چیزه، این سوال رو بهتره بگذاریم. اگه بگذارن خیلی بده ها، من ادامه میدم. حالا شما ادامه بدید. حالا شما بگید که چجوری ایشون نگاه کردن. نجف رو میشناختم اولا دیگه، از کتاباش اینا همه دقیقا میشناختم. بعد یادمه که یه روزی رفتیم فرانکلین با بیژن مفید، حالا آقای انور، آره، و نجف هم بود. اون موقع نجف رو به من دیگه رسما آقای انور معرفی کردن و من شناختمشون. شده که موقع نوشتن این کتاب مثلا اختلاف پیدا کنید که نه فلان چیزو اینجوری بپذیم بهتره یا اینجوری بنویسیم قشنگتره؟ والا هر چی که من میگفتم و این طبق معمول همه زن و شوهرها میگفت نه، اولش چون نه است، این آقای زهرایی دستکشو در میکرد یه جور دیگه خودش میگفت این میگفت. از اینجاست که این آقای زهرایی شد رقیب بنده. شما چی میگی؟ بگی؟ بنده میگم شما درست میگید. ولی مثل که گوش نمی‌کردی. هنوزم به گوش نکردن ادامه چرا گوش میکردم؟ بله. ولی درسته. عرض کنم که فکر میکنم پشت اون ستاره فلزی که روی سینه‌شون هست یه کارتون بود، یه قلب مهربونی. بله دقیق کتمی. بله هستش نه؟ بله.
عشق به سبک آقای دریابندری و خانم رازکار. کلکل کردن عشق دیگه، نه یه جوری. اصلا عشق یه چیز مستطابه. آشپزی از سیر تا پیاز. تقدیم شد به تولید کنندگان باز هم زندگی، نجف دریابندری. با تشکر از دوستانمون آقای بیژن بیرنگ که بخشی از فیلم بلندی است که درباره استاد ساختن و آقای محمد حمزه‌ای که تدوین کردن. از استاد ارجمند جناب آقای دولت‌آبادی دعوت میکنم که تشریف بیارن برایت. قربان شما، مرسی. سلام علیکم. با احترام جلوی آقایون به من میگن استاد، من نمیدونم چی باید بگم واقعا. این استاد وقتی آل احمد خدا بیامرزتش حضرت رو باب کرده بود، حضرت چیزی بود، ولی وقتی به من میگن استاد من نمیدونم چی باید بکنم. گفتم که آقا من توی حرفه های قبلیم به مرحله استادی رسیدم که ول کردم، ولی هر وقت این کار رو ول کنم اون وقت بدونید که شدم استاد، ولی هنوز که ول نکردم. حقیقتش من میخواستم که داستان گل سرخی برای امیلی رو برای اولین بار اینجا بخونم و به جای اینکه صحبت در باب آثار نویسنده و اینها بشه، بودم این حکایت زیبا رو که یکی از آثار بی‌نظیر ادبیات مدرن هست و در تراز آثاری مثل کافکا و اون نویسنده فرانسوی کی هست که کتاب پرندگان پرواز میکنه رومنگاری قرار میگیره بخونم و همه رو غافلگیر کنم که مگه ممکنه توی جلسه شخص وایسی یه داستان برای عام بخونه. اما به نظرم رسید که ممکن است باب طبع نباشه و فکر کردم من از نجف دریابندری چی یاد گرفتم. یعنی یادگیری آدمی مثل من یادگیری مدرسی نیست. یادگیری آدمی مثل من تا اونجایی که متوجه شدم مثل تنفس هواست. اخیراً یکی به من در همین گفتگوهای معمول پرسید شما از کدام نویسنده متأثر هستید یا یاد گرفتید؟ گفتم من از همه یاد گرفتم. الان شما من بگو من چگونه هوایی رو تنفس میکنم. یادگیری منم از همین مایه بوده. ولی وقتی که بر میگردی و نگاه میکنی به آثار واقعا دوستانه، چه اصطلاح زیبایی آقای دکتر مباید به کار بردید، آقای دریابندری، و به ذهنت مراجعه میکنی متوجه میشی که نه، علاوه بر اون تنفس هوا نکات مهمی یاد گرفتی. من یکی از اون نکات رو میخوام اینجا با اسنادش به شما بگم. نجف دریابندری به من یاد داده است که می شود همه ارزش ها رو
دید، شناخت و درباره‌شون داوری واقع بینانه کرد. نجف به من یاد داده است که هیچ پدیده‌ای مهمتر از خود اون پدیده نیست. یه وقتی یک مبحثی رو مطرح کرده بود نجف درباره بوفکور. من برای نخستین بار متوجه شدم که یک نگاه دیگری به بوفکور باز شد و البته زودم بسته شد که آدم‌های مثل من و جوانتر و غیر اینا رو از اون احوالات مجذوبیت صرف نسبت به یک نویسنده و نسبت به یک اثر واداشت که دور بشویم، فاصله بگیریم و واقع بینانه تر نگاه بکنیم. این کار رو با نویسندگان خارجی که ترجمه کرده است هم کرده، با فلاسفه هم در ترجمه فلسفیش هم همین کار کرده. شما اگر میخواید که همینگوی نویسنده مهم قرن 20 امریکا رو بشناسید، باز هم میبایستی که به پیشنهاد من به ترجمه ها و نقطه نظرهای انتقادی نجف توجه کنید. اگر میخواهیم که ویلیام فاگنر رو بشناسیم، باز هم میبایستی به نگاه نجف دریابندری دقیق بشیم و البته اگه میخوایم که دکتروف رو بشناسیم به طریق اولا. یادم است که من در نزد قومکشان دخترم بودم در فرنگستون. این کتابی که الان اینجا آمد بابی بیل گیت چی میشه اسمش؟ من اسم تو حافظم نمونه. یه مقدمه ای در این کتاب ترجمه کرده نجف دریابندری از قول همین خود این نویسنده که در اونجا من بیاد بیتی از سعدی انداخت. اونجا اون نویسنده میگه که تو دانشگاه های ما نویسنده زاده نشده،